اومدیم واسه رمز یه سری تاریخچه گفتیم از قبل چه چیزهایی بوده و در جنگ‌ها چطوری ازشون استفاده می‌کردن. اون فیلم آلن تورینگ رو بهتون گفتیم که حتما ببینینشون و بهتون گفتیم که دیگه بعد که کامپیوترها اومدن 64 بیت اومد 128 بیت اومد اینا باعث شد که راحت‌تر بتونن رمزگذاری بکنن و از کامپیوتر استفاده بکنن واسه رمزگذاری. و بعد گفتیم یه سری الگوریتم‌های رمزگذاری هستن به اسم SHA-256 اتریوم. اینا چی هستن؟ اینا همون معادلات ریاضی هستن. معادلات ریاضی وقتی حرف میزنیم درباره‌شون یه تابع هستن. تابع چیه؟ یه ورودی داره، یه خروجی داره، یه اینپوت داره، یه آوتپوت داره. که گفتیم این معادلات ریاضی هم یه سری ویژگی‌های خاص و مشترک باید داشته باشن. حالا واسه هر ارز اینا ممکنه متفاوت باشه. گفتیم یه چیزش که خیلی از نظر من مهمه، یه چیزیش که از نظر من مهمه اینه که من یه تغییر خیلی کوچیک بهش میدم، مثلا یه نقطه اضافه کردم، اینور نگاه بکنین چقدر تغییر میکنه. که امروز میخوایم بفهمیم مثلا این واسه چیه. یه دلیل که واسهتون گذاشتم این بود که البته توی هایلایت کلاهبرداری هم میتونین به عنوان اولین کلاهبرداری من اضافهش کردم. فکر کردم چیز جالبی باشه که اضافهش کنم به هایلایت ها. اون صرافی بیکری سواب بود که به جای A O گذاشته بود. و اگر ببندین اون چیز رو ممنون میشم. آقای سعدی میکروفونتون بازه و علی فکر کنم میکروفون شما هم باز باشه. صدا این بر واسه من میپیچه. بعد این بود گفتم که این از رمز بود. بعد گفتیم ارز چیه؟ اومدیم تاریخچه‌ش رو بررسی کردیم که چه تاریخچه‌ای داشته. بعد ارزایی با پشتوانه. بعد که دیدیم که نه کلا فسادآور بود، اینا گفتن آقا قبول کنین ما ارزای بدون پشتوانه میاریم، بدون پشتوانه فیزیکی که اسمشون رو گذاشتن ارزای فیات که گفتم GDP تولید ناخالص یک کشور، قدرت اقتصادیش، قدرت سیاسیش باعث اون قدرت پولش میشه. یعنی در واقع میگن پشتوانه این ارزها در واقع اینه. یعنی کسی گفت دلار پشتوانش طلاه، این نه، مال قبلا بود. الان دیگه پشتوانش دلار طلا نیست. که بعدش گفتیم که آقای ساتوشی ناکاموتو اومد و گفتش که باید با استفاده از بلاک چین این مشکل رو حلش بکنیم. چرا؟ چون این بلاک چینه قدرت اینو داره که قدرت ها رو پراکنده بکنه، اطلاعات رو بذاره رو چندین سرور به جای یک سرور. و گفتم اگر خوب دقت میکردین گفتم که اومدم مثال زدم واسه یه توییتر دونالد ترامپ که گفتم اطلاعات همه یک جا بود، یا مثلا واسه یه سرورهای کلاود گفتم اطلاعات همه یک جا بود و این باعث میشه راحت هک بشن. اگر هک شدن بعداً میخوان چیکار بکنن؟ اطلاعات مهم هستن و اطلاعات رو باید ما پراکنده بکنیم، قدرت رو هم باید پراکنده بکنیم. و اگر قدرت دست یک مجموعه باشه، قدرت دست همه نباشه، گاورننس نباشه و همه نتونن نظر بدن، قدرت دست یک مجموعه خاص باشه مثل توییتر، راحت میتونه اکانت رو ببنده، اکانت رو باز کنه هر وقت دلش خواست و این مشکلات به وجود میاد. مثال هم زدیم در روزمره که میگه برو سیستم قطعه. چرا باید سیستم قطع باشه؟ یا مثال گمرک ایران که هک شد. اگر از بلاک چین استفاده میکردن و دیگه همچین اتفاقی ایجاد نمیشد، اتفاقی نمیافتاد. و همچنین گفتم کاملا شفافه، در عین حال پرایوسی، اون حریم شخصیتون هم رعایت میشه. شفاف هست، تموم تراکنش ها رو میتونیم راحت بریم توی سایت مثلا اتر اسکن، ترون اسکن، کاردانو اسکن، حالا هر سایتی که هست بریم و اطلاعات رو به دست بیاریم. من اطلاعات حساب شما رو داشته باشم میتونم قشنگ بزنم تو این سایت ها و اطلاعات تراکنشاتون رو به دست بیارم، ولی نمیتونم بفهمم مثلا این حساب رو دارم، این حسابی که اینجا هست، این
مثلا آدرستونه. این آدرستون رو دارن، نمیتونم بفهمم تا وقتی که شما بهم یه سوتی ندین من نمیتونم بفهمم این حساب مال شماست. معمولا چیکار میکنن واسه اینکه بخوان ببینن شما موجودی دارین یا نه، مثلا موجودی بیت کوین دارین یا نه، میان چیکار میکنن قبل از اینکه یه قرارداد هوشمند بنویسن که حالا تو پرانتز بعدن میگم این چیه، میگن آقا بیا ساتوشی چک بکن. خب میگه آقا یه مبلغ خیلی ریزی از حسابت واسه ما بزن، واسه حساب ما بزن که یک، اولا ما مطمئن بشیم این حساب شما هست. بعد که شما اومدین این انتقال رو دادین، میان چیکار میکنن اون حساب شما رو وارد این سایت ها میکنن و خیلی قشنگ موجودی ها رو، اون اطلاعات تراکنش ها رو قشنگ میتونن بفهمن که چقدر توی این آدرس شما هستش. کاملا شفافه، در عین حال پرایوسیتون، حریم شخصیتون رعایت میشه و بهتون گفتم هر چیزی که متمرکز باشه راحت میتونن جلوش رو بگیرن، ولی چیزی که پراکنده بشه، چیزی که غیر متمرکز باشه، قدرت دست خیلی ها باشه، اون راحت نمیتونن جلوش رو بگیرن. مثال چی رو زدیم؟ مثال ووهان چین رو زدیم. بعد گفتیم چی؟ یک سرور نداریم. سرورها رو پس میایم چی کار میکنیم؟ سرورها رو میایم پراکنده میکنیم. سرورها رو میایم پراکنده میکنیم. به این مینی سرورها میگن نود. به این مینی سرورها میگن نود. پس خیلی راحت شد دیگه. الان فکر کنم متوجه شدیم نود چیه که بهتون بگن. یه پرانتز که بعدش باز کردم، گفتم هر چیزی که هر کسی که در این زنجیره کمک بکنه، میخواد ماینر باشه، ولیدیتور باشه، دلیگیتور باشه هر چیزی که میخواد باشه، ما اسمشو میذاریم نود. ولی به اختصار، به حالا واسه اینکه کارمون راحت تر بشه، من اسمشو گذاشتم مینی سرور. پس هر وقت بهتون گفتن نود چیه، بگو همون مینی سرورها هستن. چرا مینی سرور؟ چون قرار نیستش یه سرور خیلی بزرگ داشته باشیم. حالا دیگه اون چراش چی بود؟ چون دیگه حالا هک میشه و راحت میتونیم دسترسی بهش پیدا بکنیم و از اینجور حرفا. مثالاش هم اینا بود. حالا تازه الان میخوایم بریم سر اون قضیه‌ای که هی میگن بلاکچین و بلوک هایی که به هم دیگه زنجیر شدن. اینو میخوایم بفهمیم چیه. فعلا ما مفهوم رو گرفتیم، همه چی رو سعی کردم به صورت مفهومی ببرم جلو، ولی الان میخوایم یه مقدار قضیه رو فنی بکنیم. اوکی این الان سوالی چیزی نیست؟ تصویرتو نداریم فقط. تصویر صفحه من رو نداریم؟ همه چی شفاف بود. نه درست نه یه مقدار شاید رو صفحه یه نفر دیگه هستن. اون پایین اگر با موبایل باشین، اون پایین میتونید صفحه رو تغییرش بدین. صفحه من رو بگردین پیدا بکنین. اون تو قسمت لیست افرادی که هستن، صفحه من رو بیاین و پینش بکنین. خب گفتیم یه سری بلوک ها هستن که اینا به همدیگه وصل شدن. حالا چرا این اتفاق افتاده الان بهتون میگم. شاید از اولش اینو نفهمین. من هی میرم تا آخر، هی برمیگردم و هی توضیح میدم تا این رو دقیقاً بفهمین قضیه چیه. ببینین یه سری بلوک تشکیل شده از یه سری، حالا بهشون میگن بلوک، که بلاک حالا هستش. بلاک چین، بلاک یعنی بلوک، چین هم که همون زنجیر حساب میشه. یعنی یه سری بلوک های اطلاعاتی هن که به هم دیگه وصل شدن. حالا چرا اصلا ما باید این بلوک ها رو به هم دیگه وصل بکنیم؟ چرا اصلا ما باید اطلاعات رو به هم دیگه وصل بکنیم؟ اون ساختار اصلی است که به ما میگه چرا اصلا این چین هستش، چرا اصلا اون زنجیره هستش، چرا اصلا بهش میگن بلاک چین، چرا اصلا باید زنجیره اطلاعاتی باشه. اصلا الان میخوایم بریم ببینیم توی این بلوک ها الان چه چیزی میذارن. سه تا چیز میذارن و که واسه ما خیلی مهمه. من سعی کردم به بهترین شکل حالا اینو توضیح بدم و اگر حالا این قسمت رو ازتون خواهش کنم تا آخر حواستون رو بدین، فکر نکنم دیگه سوالی بمونه. سه تا چیز اصلی هست که توی این بلوک ها میاد و دسته‌بندی میشه یا ذخیره میشه. یک دیتاه. حالا اون دیتا هر چیزی میتونه باشه. اطلاعاته. من اطلاعات رو، حالا میگین تو بیت کوین چه ربطی داره؟ خب اطلاعات تراکنش ها هستن.
اطلاعات تراکنش. علی مثلا 5 تا بیت کوین میزنه به امین، خب این یه تراکنش دیگه، اطلاعات تراکنش اونجا ذخیره میشه. اطلاعات چه نوع اطلاعاتی؟ من بهتون گفتم، حالا اگه یادتون باشه، حالا یکم سریع رفتیم جلو، گفتم بانک‌های مرکزی دارایی هاشون رو روی یه دفترچه می نویسن به اسم ترازنامه، روی یه فایل پی دی اف. الان مثلا توی گوگل بزنین ترازنامه مثلا بانک ملی، ترازنامه بانک مرکزی، لیست اونم شفافه، لیست تمامی دارایی ها رو میاره. الان لیست دارایی شما، لیست تراکنش های شما روی یه دفتری به اسم لجر نوشته میشه و این دفتره همون اطلاعات تراکنش شما هستش در اون زمان. این دفتره رو میذارن توی اون بلاک. ازتون میخوام نگین بلاک، نگین بلوک مثلا آدم بهش فکر میکنه یاد چی میفته. من بهتون میگم آقا به جای بلوک بگین آقا گاف صندوق. یه گاف صندوق در نظر بگیرین که یه لجر داره. لجر چی بود؟ دفتره که اطلاعات تراکنش های شما هست توش. حالا اون ممکنه تراکنش نباشه، ممکنه هر اطلاعاتی باشه، واسه همین نوشته دیتا. خب واسه همین نوشته دیتا. میتونه اطلاعات رمزنگاری شده یک تصویر باشه. اصلا یادم رفت این کارو واسه تو انجام بدم. چرا گفتم تصویر؟ من برمیگردم اون بالا و سایتی بود که واسه تون آورده بودم، گفتم بعداً اینم بهتون میدم، از زیر مجموعه گیتابم هست. بیام این بر اینجا من اینو پیستش بکنم. این قسمت میاره واسم نوشته SHA 256. من SHA 256 اینو انتخاب میکنم، میگه drop file here. من اینجا میام حالا یه عکسی رو ببینم. دارین تصویر منو دیگه، درسته؟ یه اوکی بهم بدین حله. آره من این فکر کنم یه عکسیه. من عکس رو میگیرم اینجا میندازم. ببین عکس رو انداختم، عکس هم واسم رمزنگاری کرد. هر چیزی رو من میتونم اونجا بذارم. هر چیزی رو رمزنگاری میکنم، روی دفتره مینویسم، این اطلاعات رو مینویسم روی دفتره و وارد چی میکنم؟ و وارد گاف صندوق میکنم. نگین بلاک. وارد گاف صندوق میکنم. خب این شد اطلاعات. هش گفتیم چیه؟ اطلاعات رمزنگاری. هش previous block چی؟ یعنی رمز بلوک قبلی. آقا هیچی رو نفهمیدم، الان میفهمی. ببین اینجا من چی رو قرار دادم؟ یه گاف صندوقی رو قرار دادم. میان چی کار میکنن؟ خوب دقت بکنین به این قسمت. میان اون دفتره رو یا اون لجره رو قرار میدن داخل گاف صندوق. خب این اوکیه. از طرفی من اینجا بهتون گفتم بلاک چین، بلوک هایی که به هم دیگه وصلن. این وصل بودنش مال چیه؟ مگه زنجیره است به هم دیگه وصلشن؟ میان چیکار میکنن؟ اینو در نظر بگیرین، هر یه دونه گاف صندوق خودش یه کلید داره دیگه. هر گاف صندوق خودش یه کلید داره. من اومدم این گاف صندوقه رو ساختم، درشو قفل میکنم، کلیدشو میذارم تو گاف صندوق بعدی. در اینو میبندم، کلید این یکی هم میذارم تو گاف صندوق بعدی. گرفتین چی شد؟ حالا میام اینجا دوباره. کجا؟ اینجا. اومدم اطلاعات رو گذاشتم، دیتا رو گذاشتم اینجا. شایان رو رمزنگاری کردم، نوشتمش رو لجر رو گذاشتم این تو. کلید اون گاف صندوق قبلی هم گذاشتم این تو. در گاف صندوق رو میبندم. در واقع اینجا که نوشته اون رمز بلوک قبلی، در واقع همینه. کلید گاف صندوق قبلی رو بذارین تو. چرا؟ که میخوایم به هم دیگه وصل باشن. میخوایم چینه رو رعایت بکنیم. میخوام این گاف صندوقا به هم دیگه مرتبط باشن. پس در واقع وقتی میگیم بلاک چین، سعی کنین اینو مفهومی بریم جلو. سعی کنین گاف صندوق رو در نظر بگیریم که این کلید گاف صندوق قبلی رفته اون تو. به اون گاف صندوق اولیه میگن جنسیس بلاک. خب اون گاف صندوق اولیه، خب نمیتونیم بگیم که یک کلید از قبل خودمون بیایم بذاریم اون تو دیگه. فقط اون گاف صندوق اولیه که اولین بلاک بوده ساخته شده، بهش میگیم جنسیس بلاک. خب این خودش هیچ کلید دیگه ای نیست توش. یعنی در واقع اینو گذاشتن اون تو دیگه، هیچ کلیدی نبوده، در اینو بستن، کلید اینو ولی گذاشتن تو بعدی. خب
در اینو بستن، کلید اینو گذاشتن تو بعدی. ببینید دقت بکنین این کلید نداره. خب این اولیه کلید نداره. در اینو بستن، اطلاعاتو گذاشتن داخلش، گذاشتن بعدی. و فکر میکنم حالا این برعکسه. نه درسته. این اولیه هستش. رمزش رو نگاه بکنین، میگه هش وقتی میگن چیه؟ هش رمزه. حالا شما هش رو در نظر بگیرین کلید گاو صندوق. خب کلید گاو صندوق اول 1Z8F. خب 1Z8F اینه. الان کلید این رو من در آوردم گذاشتم این تو. بعد اینجا میگه رمز این دومیه 6BQ1. خب در اینو که بستم میگه رمز این اولیه اومده این تو، رمز اینم میذارم این تو، همینطور تا آخر. گرفتین چی شد؟ حالا میدونم شاید الان مفهوم نباشه واسهتون، ولی همین قسمتش رو اگه فهمیدین بهم بگین. شایان جان من اینجوری متوجه شدم صدات نرفت، صدات نمیاد درست. آره متوجه شدیم. آقا بله الان صداتون میاد. شایان من اینجوری متوجه شدم که اطلاعات هر بلاک قبلی توی بعدی هستش با توجه به اینکه هر بلاک خودش من صداشون رو ندارم. منم بقیه بقیه صداشون رو صداشون اوکی دارن؟ صدا رو هم قطع میکنم وقتی تصویرم میبندم. ما هم صدا رو نداریم. صدا و تصویر اوکیه. نه منظور صدای دوستمون رو دانیال جان من صدا تو رو ندارم. اگر باید بنویس اونور، حالا باید بنویس توی چت باکس، بعد میام چک میکنم اینجا رو. خب پس چی شد؟ یه سری دیتا گفتیم. این اطلاعات میتونه اطلاعات ترانزکشن باشه، اون اطلاعات تراکنش ها باشن. دارین صدامو ببینم بازه. اوکی. اطلاعات تراکنش ها میتونن باشن، مثلا نفر یک زده به نفر دوم اینقدر بیت کوین، نفر دوم آدرسش فلانه، اماونت مثلا اینقدر بیت کوین، مثلا $5 هستن، هر چیزی. گفتیم میتونه هر دیتایی هم باشه. من اومدم یه عکسی رو گذاشتم، گفتم آقا ذهنتون رو محدود نکنین که فقط اطلاعات تراکنش میاد اون تو. هر چیزی میتونه توی بلاک ذخیره بشه. اصلا من یه چیزی NFT ها رو چطوری میان ذخیره میکنن؟ NFT ها رو چطوری میان تو بلاک مینویسن؟ گفتیم دیتا. پس اگر از همین اول درست متوجه بشین اون تو چه اتفاقی میفته و هر چیزی رو میتونیم ذخیره کنیم و منظور از دیتا کلی هر چیزی هست، اینو دقیق میتونیم متوجهش بشین. حالا من اگر نمی اومدم از همون اول بهتون بگم آقا رمزا این شکلی ان، فلان سایت رو بهتون بگم، متوجه نمیشدین که چطوری این رمزا نوشته میشن و اصلا وارد بلاک میشن، چطوری یه تصویر رو میزنن توی یه بلاک. تصویر رو رمزگذاری کردیم، روی لجر نوشتیم، لجر دفترمون بود، دفتر رو کردیم توی گاف صندوق، کلید گاف صندوق قبلی هم گذاشتیم روش، کردیم تو گاف صندوق، در رو بستیم، قفلش کردیم، قفلش رو میذاریم تو گاف صندوق بعدی. همینه، یعنی در واقع کاری که انجام میده همینه و اینطوری اومده امنیت رو برده بالا. و حالا میگن این امنیتش خیلی زیاده. من الان یه سوال دارم ازتون بابت این. یه سوال دارم الان، چرا اصلا میگیم امنیتش زیاده؟ اینجاش خیلی مهمه، لطفاً این قسمت رو خوب توجه بکنین. اصل داستان همینه. چرا میگن الان؟ بله به خاطر اینکه حالا من اگه خودم بگم، برای مثال چون که کلید بلاک یا همون گاف صندوق قبلی تو بعدی هست، اگر مثلا اون بلاک قبلی گاف صندوق قبلی امنیتش از دست بره، بلاک‌های بعدی گاف صندوق بعدی بتونن اطلاعات رو دسترسی داشته باشن. یعنی یه جورایی همون پخش شدن اون اطلاعات، یعنی همه بتونن. بذار من سوالمو بپرسم الان بهت میگم. خب الان بهت میگم اصلا سوال چیه.
قبل از اینکه سوال رو بپرسم بخوام دقیق بهتون بگم. خب گفتیم ما یه سری اطلاعات داریم. حالا اون اطلاعات میتونه اطلاعات تراکنش باشه، میتونه یه عکس باشه، میتونه یه عکس NFT باشه، میتونه یه فیلم باشه، هر چیزی میتونه باشه. گفتیم یه تابع رمزگذاری هم بود دیگه، تابع رمزگذاری هم بود. خب اینا میان چی کار میکنن؟ اطلاعات رو میدن به اون تابع رمزگذاری، تابع ریاضیه. خب میرن به اون تابع ریاضیه و یه همچین کدی بهشون میده. اینو مینویسن روی لجر، دفتر رو باز میکنن، دفتر لجر رو باز میکنن. حالا من مثال دارم میزنم، حالا دفتر بگم. لجر رو باز میکنن. وقتی میگیم دفتر کل توضیح شده، دفتر رو باز میکنن، این کد رو مینویسن اونجا. ببینین قشنگ اطلاعات رو ببین، من اینجا رودمپ واسهتون گذاشتم. اطلاعات رو مینویسن رو لجر. رمز گاف صندوق قبلی هم مینویسن رو لجر. اون کلید گاف صندوق قبلی هم مینویسن رو لجر. بعد میذارنش توی گاف صندوق، درش هم میبندن. خب من یه سوال دارم. الان من هکرم. خب میخوام زنجیره بیت کوین رو اصلا بزنم داغون کنم. میخوام بزنم حمله کنم به کل زنجیره بیت کوین. الان فرض بگیریم کل زنجیره بیت کوین 3 فاکتوریل مثلا باشه، حالا 3 تا باشه. من 3 تا رو حالا اومدم اینجا گذاشتم. چرا به خودم زحمت بدم برم رمز کل گاف صندوقا رو به دست بیارم تا شبکه رو منهدم بکنم؟ میگم آقا من مگه دیوونم این کارو بکنم؟ میگم که اون بلاک اول که جنسیسه، هیچ قفلی نداره داخلش که من برم به دستش بیارم. میگه من برم چیکار بکنم؟ برم بلاک وسط رو هکش بکنم که با یه تیر 2 نشون بزنم دیگه. هم کلید گاف صندوق قبلیه رو به دست بیارم، هم اطلاعات داخل اون بلاک رو دارم دیگه. کلید گاف صندوق قبلیه رو به دست آوردم، درسته فقط انرژی سر بلاک این وسط میذارم، باقی بلاک‌ها رو تا آخر راحت میتونم در این یکی رو باز بکنم، کلید رو بردارم، در بعدی رو باز کنم، تا آخر. به اینش فکر کردین؟ الان سوال من اینه، چرا خب اصلا اومدن زنجیرش کردن؟ چرا به هم دیگه وصلش کردن؟ اگر به هم دیگه وصلش بکنن، خب این باعث میشه من بتونم یکی رو هک بکنم دیگه، باقی رو راحت بتونم هکشون بکنم دیگه. کلیدو گذاشتن توش، راحت میتونم در بعدی‌ها رو باز بکنم، اطلاعات رو تغییر بدم، کل شبکه بلاک چین رو بهش حمله بکنم. این سوال رو کسی میتونه جواب بده؟ شاید حالا بچه ها اگه میدونن بگن. من یه چیزی میدونم، من خواستم بگم ببینم درسته یا نه. حالا نظر ریاضیاتی بخوام بگم، فکر میکنم اون بحث هش فانکشنی که مطرح کردی، خب این پیوستگی این بلاک ها یه جوریه که همیشه تابع بلاک بعدی تابعی از بلاک قبلیه. خب یعنی اینکه واسه همین نمیتونی هم وسط قضیه بیای، تو از همون اول هی باید هک بکنی، هی کلیدو برداری، هی بیای عقب‌تر. نمیدونم درست همچین چیزی جوابش میذاری تو خال. خب داشتی میذاری تو خال. خب بچه‌ها رو هم ببینم چی میگن. بچه‌ها کسی یه چیزی تو ریاضیاتیش هست، حالا نمیدونم شاید نمیتونم داره به همون الگوریتم رمزگذاری که من بهتون گفتم. یه سری ویژگی بود که گفتم مهمن. اون ویژگی رو گفتم مهمن. کسی شاید اینکه بخوایم اون قفل رو ورداریم عوضش کنیم، اینا قفل همون بلاک ها عوض نمیشه، به خاطر همون کدی که گفته بودی یه نقطه عوض کنیم کلا عوض میشه. دقیقاً. حالا این ربط داره، الان ترکیبی گفتیم با امین، ربط داره به همون چیزه. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، اون کده یه چیزی عدد تصادفی اگه اشتباه نکنم، بعد یعنی ایجاد شدنش اون رمزه، خب فکر کنم یه عددی بود اگه اشتباه نکنم 2 به توان 256 بود احتمال پیدا کردن اون، یعنی به صورت رندوم بخوایم پیداش بکنی یه چیز خیلی نشدنی میشه. درست میگم اونو میگم. فقط ما میگیم که آقا اصلا ما تونستیم، ما فرض میگیریم شد.
خب ما تمرکزمون رو سر یه دونه بلاک بذاریم. داری صدا منو؟ آره. اوکی تمرکزمون رو سر یه دونه بلاک بذاریم، همون 2 به توان 256 که میگی، خب SHA 256 یا 2 به توان 64. خب اگر ما تمرکزمون هم اصلا بذاریم سر اون و تموم قفلا رو تونستیم به صورت رندوم پیدا بکنیم و امتحان بکنیم و شد یه دونه رو بتونیم هک بکنیم، کل زنجیره پاشیده به هم. ولی من میگم آقا میتونه ربط داشته باشه به فیلم؟ نه، اون چیزی که علیرضا گفت، چیزی که میتونید میکروفونتون رو ببندین. میثم چیزی می‌خواستی بگی میثم جان؟ من الان شنیدم. صدا من میاد؟ یه صدایی میاد ولی صدا میثم فکر نکنم باشه. خیلی صدا ضعیفه. آخه ترتیب و چینش قفل‌ها رو نمیدونیم. ببین پارسا، اینی که میگی ترتیب چینش رو نمیدونیم، اتفاقا میدونیم. چرا ندونیم؟ ما بلاک وسط رو داریم، میدونیم که چون ببین هر بلاک شماره داره. اینجا رو ببین، بلاک 1، بلاک 2، بلاک 3. تو اصلا بری توی چیزو ببینی. من یه موضوع رو اینجا باید بهتون بگم. ما تایم بندی نداریم توی ارزهای دیجیتال به غیر یه استثناهایی که حالا بعداً فکر کنم خود علیرضا هم بگه. تایم بندی نداریم. مثلا فلان آپدیت رو بخوان بگن، نمیگن در مثلا تاریخ 25 می سال 2022 ما قراره این کار رو انجام بدیم یا 2021 قراره این کار رو انجام بدیم، آپدیت رو انجام بدیم. اینطور نمیگن، میگن در بلاک شماره فلان میخوایم این آپدیت رو انجام بدیم. یعنی تایم بندی در این مجموعه بلاک چین با استفاده از چیه؟ شماره بلاکه. یعنی بلاک ها یه جور شماره بندی شدن. یعنی ما میدونیم شماره بلاک چیه. وقتی شماره بلاک ها رو داریم، مثلا بلاک 2 رو هک کردیم، خب یه کلید اون وسط داریم، یه کلید اون تو داریم، خب راحت میتونیم بلاک قبلی شماره 1 رو بیایم هک کنیم. اصلا بلاک شماره 3 رو هک میکنیم، 3 که هک شد یه کلید اون تو هست، میریم وصل میکنیم به در شماره 2، گاف صندوق 2 رو هم باز میکنیم. گاف صندوق 2 رو که باز کردیم یه کلید داره، اونو وصل میکنیم به شماره 1، اونم باز میکنیم. یعنی ترتیب مشخصه. ولی اصلا چرا ما باید اینا رو به هم دیگه وصل بکنیم که فردا یکی تونست یکیشون رو هک بکنه، با همون احتمالی که امین گفت، حتی تونست یکیشون رو هک بکنه که کار به شدت سختی هم هست، همون یکیش باز بتونه چیکار کنه؟ راحت دیگه باقی رو بیاد هک بکنه. یه چیزی بگم شاید فکر کنم متوجه منظورت شدم اینجا. فکر می‌کنم این جوابش تو همون اول صحبتی که انجام دادی این بود که گفتی قدرت رو دست یک کامپیوتر نمیدیم، پخشش میکنیم بین تعداد زیادی کامپیوتر. خب حالا فکر میکنم که اگه کسی که بخواد سیستم رو هک بکنه همه کامپیوترها رو فرضاً باید هک بکنه. میدونم اون بحث 51%. خب فکر می‌کنم همینه یا نه از نظر ریاضیاتی؟ نه، من دارم از لحاظ چی میگم، همین 2-3 تا بلاک هم که بخواد یه نفر هک بکنه. خب از اول درست گفتی، از لحاظ الگوریتم هش. ببین من از لحاظ الگوریتم هش اومدم یه نکته رو گفتم، این نکته به شدت مهمه. خب و واقعا میخوام ازتون بگردین ببینین کسی این نکته رو گفته یا نگفته حالا قبلا، و واقعا از نظر من خیلی مهمه. ما این وسط میایم چیکار میکنیم؟ یه ویژگی بود که با کوچکترین تغییر در ورودی تابع تغییر خیلی زیادی در هش ایجاد میشه. یه نقطه اومدیم اضافه کردیم، هشمون اینقدر تغییر کرد. یه نقطه اومدیم اضافه کردیم، اینقدر رمزمون اومد تغییر کرد. پس این رو در نظر بگیرین. حالا چه ربطی داره این وسط؟ چه ربطی داره؟ اون آقای هکری که میاد این کارو میکنه، من اینجا بهتون گفتم یه لجر داریم اون وسط، اینها همشون رمزگذاری هستن. خب اینا همشون علم رمزگذاری هستن. این لجر وصل به خود بلاک دیگه. ما حالا شما دقیق فکر نکنین این چیزه، این اصلا بلاک یه چیزی که تو اینو بتونی دقیق لمسش کنی، یعنی بتونی درکش بکنی. خب یه مقدار ذهنتون رو فراتر ببرین. شما فرض بگیرین این شکلیه، این رمزا همشون چی هن؟ همشون این تو هن، همشون داخل اینن و این چسبیده به خود گاف صندوق. کوچکترین تغییری به گاف صندوق اتفاق بیفته
رمزا تغییر میکنن. رمزا به شدت هم تغییر میکنن. در این گاف صندوق که باز بشه، در گاف صندوق رو بخواد باز بکنه، کلید قبلی تغییر کرده، ولی اطلاعاتی که اینا ثبت شده ثابته. اطلاعات ثابت میمونه، اطلاعات و دیتا ثابت میمونن. اون چیزی که امین تو گفتی که مثلا همه باید تغییر بدن، همه باید تایید بکنن، که بخواد اطلاعات رو تغییر بده. خب ولی من هکر بخوام چیز کنم، یه کوچکترین تغییر ایجاد بکنم به اون بلاک، رمز تغییر پیدا میکنه. آقا نفهمیدم قضیه چی شد، یکم بریم جلوتر. این بلوک قبلیه، این هم هکره. خب میاد در این بلاک رو باز میکنه، یه لجر داره که چسبیده به خود همین گاف صندوق. خب میگه فرام این آدرس تو این آدرس امان 3 تا بیت کوین. خب previous key یعنی رمز گاف صندوق قبلی. گاف صندوق قبلی اینه. خب رمز گاف صندوق قبلی که این بود. خب اینا همشون چسبیده به چی؟ این لجر. اصلا این آقای چی تونست در رو باز کنه، در گاف صندوق مثلا شماره 2 رو تونست باز بکنه. روی این دفترچه چی نوشته؟ دفترچه رو میاد بازش میکنه، روی دفترچه این اطلاعات نارنجی رنگی که من اینجا نوشتم مثلا نوشته شده. اطلاعات تراکنش دیگه، از نفر 1 به نفر 2 3 تا بیت کوین انتقال دادیم. و بهتون گفتم روی دفترچه دیگه چی داریم؟ کی قبلی رو داریم، اون کلید قبلی رو هم داریم. اصلا این آقا میخواد چیکار بکنه؟ میخواد بیاد اصلا در رو باز کرد، هیچی هم تغییر، اصلا کاری به این هم نداشت. خب میخواد بیاد اینو تغییر بده. خب میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من میخوام از نفر 1 به نفر 2، درست اینجا نوشته 3 تا، میخوام هکش بکنم بنویسم 4 تا. میخوام هکش بکنم بنویسم 4 تا. هکر میاد اطلاعات رو تغییر بده یا اطلاعات رو پاک کنه. اصلا 3 تا رو میخوام بنویسم 0 بیت کوین. 0 بیت کوین. هیچ بیت کوین نره اونور. حالا اینجا اومده اطلاعات رو بیشتر کرده به نفع این نفر دوم بکنه. دقت بکن، رمز بلاک قبلی این بود، بعد که اومد یک تغییر خیلی کوچیکی داد بهش، این 3 تبدیل شد به 4. 3 تبدیل شد به 4 و رمز بلاک قبل چون وصل بود، بهت گفتم این رمزا که ساخته میشن، جنریت میشن با استفاده از چی هن؟ الگوریتمای رمزنگاری هستن. چه اتفاقی واسش میفته؟ کل این تغییر پیدا میکنه به این جوری هم تغییر پیدا میکنه که کاملا محسوس باشه واسه کی؟ واسه بلوک قبلی. واسه بلوک قبلی. شما یه مثال واسهتون بزنم چرا باید محسوس باشه. میرین قفل سازی، یه کلید رو میبرین که واسهتون کپی بکنن. خب بعضی وقتا خوب مثلا سنباده نمیکشه و کلید بد جا میره. این همون کلید چیز است، مثلا همون میگم بیکری سواپه بود. خب که اون سواپش رو ای نوشته به جای ای او نوشته بود. خب اگر مثلا تغییرات اون چیزا، اون تفاوت‌ها کم باشه، بالاخره با یکم گیر اون دره رو میتونه باز بکنه. ولی الگوریتم یه جوری نوشته شدن کوچکترین اتفاقی که رخ بده اونجا، این رمز کلا تغییر پیدا بکنه. این میاد 3 تا رو میکنه 4 تا، رمز کلا تغییر پیدا میکنه. بلوک قبلی چون با استفاده از چین به هم دیگه وصلن، به این ارور میده و میاد چیکار میکنه؟ میگه نه این رمز این نیست، برش میگردونه به همون رمز قبلی. اینجا نگاه بکن، کی اینو برمیگردونه؟ این اومده اینو نوشته 4 تا، این رمز قبلیه رو تغییرش داده. خودش تغییر نداده، سیستم اتومات اینو تغییر داده. از 3 تا اینو تغییر داد 4 تا، سیستم یکو اینو تغییرش داد. رمز گفت آقا تغییر کرد، بلاک قبلی ارور میده، یا آقا این رمز نیست و چون به هم دیگه وصلن، رمز مجدد تغییرش میده، با همین 8923 شروع میشه. رمز برمیگرده به همون حالت 8923، این 3 هم همون 3 میمونه و این حالا هی بیاد اینو تغییر بده به 4 5 6 هر چقدر بخواد این اطلاعات رو تغییر بده، این مدام هی بلوک‌های قبلی هی ارور میدن. حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد بگه آقا چرا اصلا پس مثلا من بخوام اطلاعات رو بیام تغییر بدم، خب بخوام اطلاعات رو بیام تغییر بدم، بگم یه کار بکنم، در یه دونه گاف صندوق رو باز بکنم، در یه گاف صندوق رو باز کنم، در گاف صندوقای به جای این که
بیام اول هک بکنم، در کل گاف صندوقا رو با هم دیگه باز بکنم، اون موقع بیام اطلاعات رو تغییر بدم. اون موقع دیگه کسی نیست که بهم ارور بده دیگه. اول میخوام ازتون بپرسم این قسمتش رو فهمیدین؟ این قسمتش رو فهمیدین چه ربطی داره به اون که گفتم اطلاعات یه تغییر خیلی کوچیک تغییر بسیار بزرگی میده؟ این قسمتش رو خوب جا افتاد؟ آره اوکی بود. پس اوکیه. پس این شد از این فقط قضیه. من یه سوال دارم. بله بفهم. این اگه من اطلاعات تغییر بدم پریویس کی تغییر میکنه یا میگم هش خودش تغییر نمیکنه؟ تو اطلاعات رو تغییر دادی، اطلاعات تغییر پیدا کرد. خب اطلاعات رو تغییر دادی، اطلاعات تغییر پیدا کرد. اطلاعات روی چیه؟ اطلاعات روی یه لجره، روی یه لجر متصل به چی؟ متصل به کلید گاف صندوق قبلی. خب متصل به کلید گاف صندوق قبلی. من اینجا بهت گفتم دیگه دو تا چیز روی لجر ثبت میشه، یکی اطلاعات، یکی کلید گاف صندوق قبلی. اصلا من اینو لجر رو آوردم که بفهمینا، دقیق بفهمین. این تو دل این ثبت میشه. تو اینو بیا اطلاعات رو بیای تغییرش بدی، کلید گاف صندوق قبلی طبق اون ویژگی که بهت گفتم کوچکترین اتفاقی واسش اینم تغییر پیدا میکنه. تغییر که پیدا کرد ارور میده، اون گاف صندوق قبلی ها ارور میدن. من کلید قبلی رو یادم رفتم، فقط فکر کردم خود فقط اطلاعات روی لجر است. بله. چیزی که هست، من الان اینو میخوام بهت بگم الان چطوری بخوایم یه بلاک رو، یه زنجیره رو بیایم نابودش بکنیم. به این توجه بکنیم که زمانی میتونیم آقا بیایم بلاک‌ها رو چیز کنیم، نابودشون بکنیم. الان اینجا چند تا گاف صندوق گذاشتم، 1 2 3 4 5 6 7 8 تا، 2 8 تا 16 تا. فرض بگیرین 16 نفر 16 تاست دیگه، حالا مهم نیست، 16 نفر به صورت همزمان بیان در این گاف صندوق‌ها رو با هم دیگه باز بکنن. دیگه هیچ گاف صندوقی نیست که به قبلی بیاد ارور بده. حالا من کاری به اون 50% اینا ندارم و بعد اونو آروم آروم میرم سمتش. 16 نفر همزمان بیان این در این گاف صندوق‌ها رو باز بکنن. گاف صندوقایی که اومدم اینجا گذاشتم گاف صندوقایی هستن که دوتایی هستن. حالا فرض بگیرین آقا یه قسمت این گاف صندوق خراب شد، دیگه حل کلش اوکی میشه، کلش باز میشه دیگه. ببینید این گاف صندوقایی که گذاشتم دوتایی هستن دیگه. گاف صندوقایی که گذاشتم اینجا دوتایی هستن. من حتی اینجا میام چیکار میکنم؟ میگم آقا 8 نفرم بیارم کافیه. ما قراره بزنیم این بلاک‌ها رو داغون بکنیم دیگه. 8 نفر بیارم اینجا 1 2 3 4 5 6 تا 8. خب بگم آقا با شماره 3 1 تا 3 میشمارم، کلید رو سریع بچرخونین در بلاک‌ها رو باز بکنیم. مثلا اونقدر قدرت پردازش هم بالا باشه، کامپیوتر کوانتومی داشته باشم، اونقدر سی پی یوم بالا باشه، اونقدر جی پی یوم بالا باشه که بتونم سریع تموم رمزا رو بشکونم و سریع همه رو باز کنم. نصف کلیدارم بتونم باز بکنم، کارم حله. بلاک رو، شبکه رو داغونش میکنم. یه مثال بهتون میزنم از فیلم هنگوور، فکر میکنم همتون دیدینش. من بازش میکنم ویدیو رو، اگر صدا نداشت بهم بگین صدا نداره. چه انجام معذرت، من تصویر ندارم، قطع کنم یه بار دیگه درخواست بدم. کلا تصویر رو نداشتین؟ کلا من دقیقت فقط آقای محمودی من یه خواهش ازتون میکنم، شما اگر دوست دارین که ادامه رو باشین هیچ مشکلی نداره، ولی فکر کنم وقتتون اینطور تلف شه. من ویدیو رو واسه شما میفرستم، هیچ عیبی نداره و لینک هم به من پیام بدین واسهتون میفرستم واسه یه گروه بعدی که حتما ببینین، چون این اسلایدها رو باید ببینین، یعنی این که به پادکست که نیست، حتما باید ببینینش. اینو من این کار انجام میدم واسه شما، به من پیام بدین و اوکیش میکنم واسهتون. حالا میخوان یه بار بری بیرون و بیای مشکلی نداره دیگه، لازم به اکسپت قبلا اکسپت کردم. آره ولی اگر دیدی باز نبود خودت برو، من اینو توی یوتیوب قرار میدیم، بعد میتونین حتما استفاده بکنین. باشه ممنونم. خواهش میکنم. اگر اینجا
من صدا رو فیلمو باز کردم و صدا نداشت بهم بگین که صدا رو اوکی کنم. Okay, I'm here. Now what? Pull the cover صدا off so you فکر can see می‌کنم. the wires. نه اوکی. زیرنویس هم ببینیم. Okay, I'm here. Now what? Pull the cover off so you can see the wires. Over. Done. Okay, on three. Cut the gray wire. 1, 2. Wait. I don't have a gray wire. I have red, green, and yellow. That's weird. I have light gray, medium gray, dark gray. You do? Motherfucker. My bad. I'm colorblind. You what? Fuck it. Just cut the middle one. My middle one could be different. The wires are all twisted. On three. 1, 2. Stop! Hold on. I'm coming to you. What's the problem? Just point to the wire you want me to cut. This gray one right here. Great. For your information, that's green. Which one's red? The one in your left hand. Wait, which hand is that? I'm also dyslexic. What the fuck? Okay, you're still holding the one I left you with, right? Pretty much. All right. On three. 1, 2, 3. Holy shit, it worked. الان متوجه شدین چی میگم؟ وقتی میگم همه قفلا باید با هم دیگه بازشن، همه گاف صندوق‌ها باید با هم دیگه بازشن تا بتونیم به بیت کوین حمله بکنیم. اینه. یه فیلم دیگه هم واسهتون میذارم که دقیقاً بفهمین داستان چیه. I swear I wasn't lying. I told you all I knew about the procedure. And my mother's birthday is the 16th. Are you sure? به این فیلم اینطور دقت بکنین. قراره یه دری رو باز کنم. فکر کنم این فیلم هم همتون دیده باشین. حالا خیلی قدیمی هم هست. قراره یه دری رو باز بکنه. به اون کلیدی که میگیره تو دستش خوب دقت بکنین. کلیدی که هست یک قفل، چندین قفل رو با یک کلید میتونه همزمان باز بکنه. که ما الان چیکار کردیم در واقع چیکار کردیم؟ اول اومدیم مفهوم بلاک چین رو فهمیدیم که گفتیم که آقا اطلاعات باید پراکنده باشه. بعد از مفهوم اومدیم سراغ همین نودها و گفتیم که آقا وقتی میگیم پراکنده باشه یعنی یه سرور مرکزی نداشته باشیم، نودهای مختلفی داشته باشیم، سرورهای مختلفی داشته باشیم که اصطلاحاً گفتیم مینی سرور. بعد گفتیم آقا بریم که تعریف کتابیه رو بفهمیم یعنی چی. وقتی تعریف کتابی میومدن بهمون میگفتن زنجیره‌ای از بلوک‌ها که به هم دیگه وصل شدن، زنجیره‌ای از، حالا من اسمشون رو گذاشتم گاف صندوق‌ها که به هم دیگه وصل شدن. این یعنی چی؟ چون واقعا مفهومیه این داستان. و بهتون گفتم 3 تا قسمت اصلی داره. یه دیتا داره که گفتیم دیتا رو می‌نویسیم روی این لجر و هش داره و هش قبلی رو داره. هش چی بود؟ همون رمزه بود. و این هم قضیه دیتا بود که گفتیم و قضیه این بود که گفتیم اطلاعات رو که هر چی میتونن باشن وارد الگوریتم ریاضی کردیم و وارد یه کدی بهمون داد. به علاوه اون کلید قبلی ما اینو نوشتیم روی چی؟ یه لجر. لجرمون چی بود؟ همون دفتر کل توزیع شده است که قراره توزیع بشه بین کلی نود. دفتر کل توزیع شده، ببین توزیع شده، اطلاعات رو یک جا نذاشتیم، بین تعداد زیادی نود تقسیم شده. آیا بین همه نودها تقسیم میشه؟ تو بعضی جاها میشه، تو بعضی جاها اصلا اطلاعات یه جوری تقسیم میشه که اون برمیگرده به الگوریتم اجماعشون که حالا جلسات بعدی با هم دیگه حرف میزنیم. در همین حد بدونیم وقتی میگیم لجر و میخونین دربارش دفتر کل توزیع شده یعنی همین دفتره که ما اطلاعات رو روش اومدیم اینجا نوشتیم. اینو بیا چیکار کن؟ توزیعش کن بین چی؟ کلی مینی سرور، کلی چی؟ نود.
خب این در واقع از لحاظ مفهومی اینه. اینجا بیشتر سعی می‌کنیم مفهوم قضیه رو بهتون بگیم. و چیکار کردن؟ آره و اینو گذاشتنش کجا؟ توی این نوده و توی اون بلاکه. و بهتونم گفتم داستان اینه که 8 نفر رو گذاشتیم اینجا، 8 نفر رو گذاشتیم اینجا، گفتیم میتونستیم 16 نفرم بذاریم، ولی گفتیم اگه نصف این قضیه رو هم ما پوششش بدیم و 8 نفر باشن و این بلاک‌ها رو بتونن باز بکنن، دیگه بالاخره کل این داستان داغون میشه، قضیه نابود میشه. 2 تا فیلم گذاشتم که گفتم همزمان یا در رو باز کردن اینجا یا همزمان اومدن کابل رو قطع کردن، که این باعث میشه که دیگه هیچ هکری نتونه اونقدر قدرت پردازش رو بیاد فراهم بکنه که بتونه همزمان در اینا رو باز بکنه. اگر شنیده باشین بهش میگن حمله 50% یا 51%. 51% اشتباهه. چرا؟ ما باید بگیم حمله 50 یکم بیشتر از 50%، یک بلاک بیشتر از 50%. قضیه چیه؟ یعنی آقا ما 50% قضیه رو اومدیم اوکیش کردیم، حالا داستان اینه اگه 50% بلاک‌ها رو اومدیم همزمان درا رو باز کردیم و تونستیم کنترلشون رو به دست بیاریم، یه بلاک دیگه، حالا این کارم بکن، یه بلاک دیگه هم بتونیم این کارو بکنیم، میتونیم زنجیره رو داغونش بکنیم، زنجیره رو از هم بپاشونیم. قضیه رو فهمیدین؟ قضیه حمله 50% رو فهمیدین؟ فکر کنم جوری که توضیح دادم اوکی باشه، الان مشکلی نباید باشه. اگر هم سوالی دارین بهم بگین. صدا نداره. آقا شایان، بله بفهمید. یه بحث که گفتید که مثلا ما میریم بانک میگن که سیستم قطعه، بعد برای تراکنش‌های همین ارزهای رمزنگاری شده هم اگه اینترنت نباشه باز همون مثل سیستمه میشه دیگه. اینترنت کی نباشه؟ خب اینترنت شما نیست دیگه، اون موقع مشکل از خودتون. کسی مشکل از خودشه این اتفاق واسش نمیفته دیگه، تو همه جا این اتفاق هست. میدونی چه میگم؟ اون موقع سیستم قطعه، خب اون مشکل شما نیست، مشکل اون کسی که داره سیستم رو ارائه دهنده سیستمه. گرفتی چی میگم؟ بعد اینور اصلا اینترنت قطع شه. اینترنت آیا همه ببین الان قضیه همین شد دیگه. ببین وقتی میگیم اینترنت قطعه، اگه ما یه دونه سرور داشتیم این وسط درست حق با شما، ولی به نظرت اتفاقی میفته که کل این سرورها همزمان اینترنتشون قطع شه، برقشون بره، نمیدونم این اتفاقا بیفته؟ این سرورها پخشن تو کل دنیا، مگر اینکه یه شهاب سنگی چیزی بخوره به زمین، مثلا اطلاعات، مثلا کلا اینترنت قطع شه. بود یه بار گفتن یه شهاب سنگی داره از نزدیک زمین رد میشه، اون اتفاق مگر بیفته که همچین موردی پیش بیاد. نمیدونم گرفتی چی میگم؟ آره مثلا ما که اینترنت نداریم میتونیم اطلاعاتمون رو بدیم کسی دیگه که مثلا به اینترنت دسترسی داره تراکنش رو برامون انجام بده. آره اون که مشکلی نیست یعنی، ولی گفتم ولی منظور ما اینه که این کسی که ارائه دهنده سرویس رو ما داریم بحث میکنیم. ممنون. خواهش میکنم. آشنا سوال دارم. این تو این سیستم که گفتین یکم بیشتر از 50% باشه، خب اصلا من واقعا متوجه نشدم چرا 50%؟ یعنی خب من 50%ش هم تغییر بدم، حالا یکی بیشتر از اینم تغییر بدم، باز خب ادامه این سیستم متوجه میشه که من خب نه قضیه اینه، داستان اینجا هم امین اومد گفت، محمد امین گفتش که داستان اینه که نظر کل مهمه، نظر اکثریت مهمه، نظر اکثریت مهمه. اکثریت بگن درسته، اکثریت بگن غلطه، اکثریت بگن این پاک کنه، سیستم میگه این پاک کنه، اکثریت بگن این مداده، این فکر میکنن مداده، اکثریت بگن این خودکاره، هم فکر میکنن این خودکاره. گرفتی چی میگم؟ اکثریت چی میشه؟ یعنی یه مقدار بیشتر 50%. مشتری همون توافق جمعی دیگه، یعنی اسمش توافق جمعی. بله توافق جمعی چی میشه؟ سیستم های اجماع. consensus mechanism. حالا اینا رو همون proof of work، ماینرها، نمیدونم ولیدیتورها، اینا رو بعداً میگیم، یعنی حالا روزهای بعد هر کس اومد اینم یادتون نره، من
آخر چیز یادم بیارین حتما بفرستم لینک گروه بعدی رو اینجا بفرستم که عضو بشین کسایی که هستن. این از این قضیه. این فیلم ها رو هم گذاشتیم. ببینیم قضیه چیه. آقا من اینجا بهتون گفتم چرا هی تاکید داشتم سر این که اطلاعات باید ذخیره بشه اونجا. کجا رفت اسلایده؟ یه لحظه. چرا گفتم اطلاعات اینجا باید ذخیره بشه؟ فکر نکنیم فقط تراکنش اینجا ذخیره میشه و از اینجور حرفا. و حتی وارد این سایت شدم و یه عکس رو، یه فایل PNG رو اومدم تغییر دادم واسهتون و این کارش کردم. چرا؟ به خاطر این که ذهنتون رو از وقتی میگیم بلاک چین محدود نکنین به فقط ارزهای دیجیتال. ذهنتون رو محدود نکنین. بلاک چین یه چیزیه، یه بستریه که اومده یه سری اطلاعات رو ذخیره بکنیم توش که نتونیم فردا تغییرش بدیم. دوباره تکرار میکنم، یه بستریه اومدیم یه سری اطلاعات رو بذاریم توش که فردا نتونیم تغییرش بدیم. حالا اون اطلاعات میتونه چی باشه؟ میتونه رأی گیری باشه که آقای جهرومی اومد و 12 نوامبر 2020 اومد گفتش باید رأیگیری الکترونیکی داشته باشیم با استفاده از چی؟ فناوری بلاک چین. و خب اون موقع خیلی هم مسخرش کردن و توی توییت مثلا ریتوییتاشو بریم ببینیم فقط فحش و فضیحت بود، ولی در واقع کاملا درست میگه. واقعا باید استفاده بشه از این قضیه. و میان چیکار میکنن؟ اطلاعات رأی ما رو مینویسن توی چی؟ بلاک. من میرم اطلاعاتی میذارم، اون به جای اون قضیه اطلاعات اینجا اطلاعات رأیدهی من رو ثبت میکنم توی بلاک. فردا بعد میرن چیکار میکنن؟ میخوان رأی‌ها رو بشمارن، وارد ترون اسکن میشن. حالا یه میگم ترون اسکن دارم مثال میزنم، وارد همچین فضایی میشن که شفاف باشه. همه میتونن نظرها رو به صورت لایو ببینن، همه میتونن ببینن، ولی شفافیت داره. کسی نمیفهمه مثلا امین به چه کاندیدی رفته رأی داده. خب مگر اینکه امین بگه آقا من کد هشم اینه، بعد میرن میزنن تو سایت میبینن امین رفته مثلا به فلان فرد رفته رأی داده. اینو این شکلی میشه فهمید. خب وقتی میگیم انتخابات باشه، انتخابات رو بیاریم بر بستر بلاکچین، منظور همینه. یعنی به جای اون اطلاعات تراکنش اینا باشن. خیلی اتفاقات دیگه هم میتونن بذارن. ما اصلا فناوری IoT رو داریم. ما یه توی اینستاگرام هم شایان آندرلاین مؤید برین آیوتا رو من چیز کردم فکر میکنم یه IOTA آیوتا رو حتما ببینین. اون اینم کارو که میگم حتما لطفا انجام بدین. یه ارز آیوتا رو گذاشتم، اون کارو حتما انجام بدین. اینا میان چیکار میکنن؟ میگه آقا تراکنش که ما حتما تراکنش نیستش که بگیم واسه دو پول دو تراکنش مالی باشه. تراکنش میتونه رد و بدل اطلاعات هم باشه، مینی ترانزکشن باشه. مثلا من با موبایلم میام چی رو کنترل میکنم؟ میام مثلا سیستم گرمایشی خونه رو میام کنترل میکنم. اگر روی یه بستر مناسبی نباشه راحت میتونن بیان هکش بکنن و مثلا نمیدونم چله تابستون بیان سیستم گرمایشی خونه منو مثلا یکی هک بکنه بیاد فعالش بکنه. ولی اینا میارن روی سیستم بلاک چین که بعد بتونم فقط من بتونم تغییر ایجاد بدم. فقط منی که با موبایلم وصل هستم به اون سیستم بتونم تغییر ایجاد بدم. پس سیستم IoT به شدت داره استفاده میشه روی این بستر. و همچنین کپی رایت. مثلا من یه کتابی می نویسم، نمیخوام یه نفر بره به اسم خودش ثبتش بکنه. تو قسمت NFT ها طرف میاد یه نقاشی رو به نام خودش میخواد ثبت بکنه، نقاشی دیجیتال رو اگه بذاره تو اینترنت هر کسی میتونه بگه من این رو کشیدم. میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا من رمزگذاریش میکنم با استفاده از این الگوریتم، میذارمش روی لجر، ثبتش میکنم تو بلاک. آقا دیگه این تا آخر به اسم منه. این دقیقاً اون چیزی که میبینین پول میدن واسه NFT ها، واسه اون نقاشی ها، در واقع همینه. حق کپی رایت و کپی لفت
اینها با استفاده از بلاکچین داره و خیلی کارهای دیگه که داره انجام میشه در حالا این بستر. سوالی چیزی دارین از این بابت؟ من یه سوالی پیش اومد برام. ما از بلوک‌های بعدی اطلاعاتی داریم؟ بلوک‌های بعدی که دارن ثبت میشن. خب حالا این که دارن ثبت میشن چطور میشه آقای ساتوشی ناکاموتو؟ من فکر میکنم توی بلوک نمیدونم چند بود یه پیغام گذاشته بود، این به چه صورت انجام میشه که میتونه توی مثلا میگم بلوک مثلا 2440 بتونه یه اطلاعیه برای خودش بذاره که بقیه ببین شاید بعضیا بیان این کارو بکنن. اتها شماره بلوک رو داری میگی، شماره بلوک رو قشنگ ثبت میشه. من وارد خودم سایت ترون اسکن بشم، شاید من یه چیزی بگم. این سوالی که دوستمون میپرسه این پیغامه رو از قبل نذاشته. فکر میکنم با اون نحوه ترانزکشنی که انجام داد و با اون فی که پرداخت کرد پیغام گذاشته بود. شاید همین چیزیه، چون نمیشه هیچ بلاکی نمیتونه سریعتر تشکیل بشه. همشون طبق اون 8 فانکشنی که گفتی تابعی از بلاک قبلی هست. جلوتر کسی نمیتونه بره. نه آره جلوتر که این کارو نمیکنه. اون کسی میاد ثبت میکنه و خود زنجیره حالا رو شماره چند باشه بیاد مثلا ثبتش بکنه. چون مثلا این که بخواد بزنه، من حالا اینو دارم دنباله آدرس چیزش میگردم، فکر کنم برام تو اتر اسکن بهتر باشه، دقیق‌تر بتونم پیداش بکنم. شاید روی بیارجی هستی، این بیارجی توکن رو نظرت چیه؟ آقا که دیدم تو صفحت. نه اونو من میخواستم چیز کنم ببینم شته یا نه؟ آره قبلا، چون الان فقط روی چیزام رفته بودم دیگه، شما هم دیدینش. ببین دقیقا شماره بلاکین شماره بلاکه، درسته؟ ببین شما 4 3 4 5 6 7 خب ببین بلاک ها همینطوری ساخته میشن میره بعدی. حالا ممکنه بلاک 9 الان بیاد، بعد بلاک 8 هنوز داره ساخته میشه، بعد بهش اضافه میشه. الان مثلا صبر میکنیم تا بلاک های بعدی بیاد. ببین این شماره بلاکه، بهت میگم بلاک ها دسته‌بندیان، بستگی داره دیگه. ببین الان 3 4 5 ببین این نوشته دیگه بلاک هایت، میبینی؟ درست. بله. آره دیگه اومدن و ثبت کردن. الان ببین 7 هم اومد اینجا، 7 فکر کنم بود داره اینجا. حالا ثبت کنین دیگه بلاک بعدی هم میاد. نوشته 57 ثانیه پیش این بلاک ثبت شد. مینویسه اینا رو قشنگ اینجا. پس این جمله‌ای که گفته بودن آقای ساتوشی ناکاموتو توی یه بلاک پیام گذاشته بود منتفی هم چه اتفاقی نمیفته؟ نه اتفاق افتاده. کی میگه نذاشته؟ اومده ولی شماره بلاک رو خودش دیگه نیومده چیز کرده. یا مثلا حالا اون موقع شاید کانترکتی چیزی نوشته و این کارو کرده، ولی اطلاعات رو اومده در یه بلاکی اومده ذخیره کرده. بیشتر مفهوم اون داستان مهم بوده، بیشتر اون اطلاعاتی که در اون بلاک گذاشته. فکر کنم چیزی هم که گذاشته بود موضوع تایتل یه روزنامه تایمز بوده اگه اشتباه نکنم. داریم میگی درسته؟ بله. و اینو فقط اومده گذاشته تو بلاک و همین. و جنسیس بلاک هم فکر میکنم اولیش بوده و توی همون جنسیس بلاک هم اومده اضافه کرده. ممنون شاید جان، متشکرم.